این ویدیو حاوی الفاظ رکیک می باشد. اگر سن شما کمتر از 18 ساله است، از دیدن ادامه ویدیو خودداری کنید. آقا سلام، صبح شما بخیر، شب شما بخیر در ایران. عکس حال کردی؟ چه عکسی گرفتم؟ الانم برای خودم پروتئین شیک درست کردم. هوا دیگه داداش گرم شد دیگه. منم با سین کوتاه پهلوهای منو ببین. این چی بود؟ عکس بزن اینجوری بگیرم ها. کافی میخورم اینجوری. واو چه بدنی دارم. آفرین. این دختره که گفتم دم سخت مخشو زدم، این خارکوزه به من تکس نداد. آره گفت اینستاگرام نداره و اینا. بعد آجی یه ذره بدم شده. یه کسایی که اینستاگرام ندارن من دیگه حال ندارم انرژی بذارم. بعد دیروز که من رفتم برم باشگاه با لامبورگینی رو آتیش کردم برم، انرژی داده بودم وحشتناک. کنم خدا کنه دختر منو با ماشین ببینه که دیگه نترسه از خالکوبی مالکوبی و اتفاقی مفنگ من. خب بعد اینجا رو گوش کن. حالا من اون لحظه که اومدم پایین، سانی که رفت، این دختره بالا هنوز خوابیده بود، داشت آفتاب میگرفت. خب موهای من چقدر خوب شد، بلند شد. آفرین. بعد که من رفتم حالا بعدم پس آقایون من به شما میگم من چیا میگم که مخ میخوام بزنم، همشو به شما میگم. آره بذار چند تا مخ خارجی دیگه بزنم خیالم راحت بشه که دیگه با اینا سرگرمم، یه وقت تریکای من یه وقت رو نشه. خب من همه چی رو به شما میگم داداش. من اون روز که گفتم تازه آمدم، شما فکر کنید من دارم کسچر میگم. نه بابا، من نم دارم تزریق میکنم. همه چیزی که اون نشون بدی که خسته میکنه، دل یارو رو میزنه. که قدیم پهلوون میومد، اگه متولد دهه 40 50 60 باشین یادتون هست، پهلوون میومد تو شهرستانا، یه جا بغل رد میشد، بلنگو میداشت، مار در می آورد، زنجیر پاره میکرد، چاقو میداشت روی چیزی که میرفت بالا میشست. پهلوون بغل اونجا مردم پول جمع میگم. ولی پهلوون همه کاری که میکرد دیگه هیچکی نمیرفت. همیشه پهلوون همه کارو میکرد، زنجیر پاره میکرد، مارو میگرفت، همه کارو میکرد. اون لحظه که بالش میذاشت که روی بچهش که ماشین میخواد از روی بچهش رد شه، اون همه چیز داره. قسمت بعدی ببین چه بیکلی دارم. ببین هیکل منو بیا، هیکل منو ببین. 36 7 سال سن منه. پهلوون چقدر بد شده خلاص. هیچی. بعد انرژی گذاشتم همون لحظه که با لامبورگینی رو آتیش کردم برم منطقه رو شخ بزنم تا باشگاه، دیدم دختره دم وله وایساده که ماشینش بیا، قد بلند، سفید برف، موی بلون، کونه گرد. بعد قدش بلند بود دیگه. این نگاه کرد، من با لامبورگینی شیشه دودی دیگه. تو دلش گفت فکر نکنم این پسر کارتون خواب صاحب این ماشین باشه. بعد خلر آوردم پایین، نگاهش کردم، گفتم هاواری و اینا. گفتم این شماره من آخرشو درست زدی؟ گفت من هنوز به تو تکس ندادم. حالا بعدم به تکس سفیدک زد بغل لب ما. چیه خالکوس انگل؟ معمولا انگل که داری اینجوری میشه. من انقدر تمیزم برادر که آره بابا اتکلم میزنم. هیچی. حالا فعلا تکس نده دیگه، انقدر الان نمیده. 3-4 روز دیگه من کسخل یادم میره. بعد اسمش هم چون همین الان یادم رفت. اسمش چی بود؟ اسمش نمیدونم چی بود. اسمش نمیدونم چی بود. این سانی ما رو چش کرد. سانی دهنت سرویس. گفتی چی گفتی زنگ نزد یارو. آره دیگه 3-4 روز دیگه زنگ نزنه من یادم میره. بعد 7-8 روز بعد نصف شب تکس میده من فلانی ام، منم یادم میره، جواب نمیده دیگه. حالا فعلا که جواب نداد دیگه. من دیگه میرم سر کار و بعدش هم میرم سن آنتونیو. حاجی فردا میاد و پس فردا داریم میریم اسکی. آماده باشیم. پس فردا مسافرته داداش. مسافرت پس فردا جایم همون قدیم رفته بودم، جای چوبی آروم. من داداش برای خودم دارم میپلکم اینجا دیگه. شما برای خودتون دوراتون رو بزنین. الان 2 روز دیگه عیده، این ور اون وره، برای خودتون بچرخین، حال بکنین. خب پیش خودتون نگین آیسی هیچ جا نیست. آیسی تو همین خونه در حال رویا بافیه برادر من همینجا با این وسیله های خودم. اینا الان حرکت آکروبات شروع کردم، یعنی با اینجا با این رو وایسم اینجا وای میستن، دست صاف میکنن، اینجوری میکنن. بذار عکسیم بیرون بگیرم، دنده های من نگاه بکنین. وایس
آره دیگه دارم آماده میشم، صبحونم آماده خوردم دارم میرم دیگه. آره امروز میزانم. صورت خودتون متوجه میشین میزان بدن، دیگه عکس بگیرم اینجا. آقا الهی به امید تو دوشنبه صبح ماشین خودم، اون ماشین سفیده داداش سر کاره. من دلیلی که هفته پیش اون ماشین سفیده رو عوض نکردم این بود که چون من با اون فقط میرم سن آنتونیو تو شهر، معمولا وقتی حاجی نیست با این رنج روور حاجی هم همیشه سال هاست. آره الان حاجی دارم با این میرم سر کار، اینو بذارم اونجا چون حاجی فردا میاد. فردا که میاد من سن آنتونیو بودی که بچهای نمایشگاه بره دنبال حاجی فرودگاه. آره برای همین دارم با این میرم که اینو پارک کنم اونجا. برگشتم از کلرادو، یعنی دوشنبه برگشتم، حتما هفته 2 بار گلفو خواهم رفت. میگم دستم درد میکنه، دلیلی که نرفتم خیلی دستم درد میکنه، اینجای دستم درد میکنه، لپ دستم درد میکنه، لپ کسه. آره حاجی ورزش، تحرک کردن ورزش حاجی آدمو خیلی سرحال میکنه. خیلی من میگم 90% موقعی که میرم اونجا فقط باور بکنیم به خاطر همین میرم. میگم موهام داره هی بلندتر و بلندتر میشه. آره دیگه نمیخوام کوتاه کنم، الان دیگه سفید پر شد، چند تا اینور چند تا اینجاست. و آره سر قدیر تو هم پیر شدی آخر شیرمرد. آره دیگه ها، این ماشینا رو هر جوری هستی که باید عوض بکنم. این ماشین خودم همون شویه از شوی تاهو. آقا شورولتو اینجا بهش میگن شوی، فهمیدی چی شد؟ یعنی ما هر موقع با یه ماشین درست حسابی میریم بیرون یک دونه خوشگل تو خیابون نمیبینیم. هر موقع داریم میریم سر کار به این تیشرت انگار تو دهن سگ کشیدن بیرون، تمام چروکه و اینا. اینجوری بپوشم بیشتر بهم حال میده موقع کار و اینا. بعد که میخوام برم بیرون حال میکنم لباس، همیشه حال میکنم لباسای سلطنتی میخوام بپوشم. آقا من این ساندی واقعا ساعت 12 ظهر از خواب بیدار شدم، حالم از خودم به هم خورد. من هر جوری هست ساندی هفته دیگه هم که دارم از کلرادو برمیگردم، من یه لایو واجی خیلی دوست دارم بذارم. من لایو با شما خیلی حال میکنم، این انرژی که بینمون رد و بدل میشه خیلی باحاله. میگم عکس قشنگ است، عکس گرفتم مثل پسر بن سلمان وایساده بودم. حال کردی؟ بعد رویزو تکه دادم، یه تیپ خیلی ساده زدم. تو اون عکسی که دیدین اینی که تنم هست بالا سفیده، تو اون عکس آخر با رویزوز گذاشتم. اون حلقه‌ای رو خریدم $2. شلواری که تنم هست قهوه‌ای رو فکر کنم خریدم $45. کفشم $110. ولی دیدی چرا تن من قشنگه؟ چون ورزش میکنم. انگار $میلیون‌ها بود. بعد حاجی یه چیزی هم من بگم، حالا یه سری الان شاید به من بگن نه تو به خاطر ژنتیکت فلانی. اتفاقا من تخمی ترین ژنتیکو دارم. اولا که پدر من یه آدم 50 کیلویی لاغره، یعنی فکر نکن پدر من یه آدم بزرگه، نه آره پدر من منو درست کرده. حالا من قدم بلنده، خانواده مادری من مثل که قدشون بلنده، حالا شک نکنی. حالا فردا سر تمام اکسپلورر آیسان فهمید قدیر پدرش نیست، بعد قدیر از اون ور من میخواد دیس بکنه. حالا که معروف شدی اومدی رو حرف من حرف بزنی، کسکش میگیرمت، دهنتو میگم من. بعد من از این ور دیس. نه بابا سوء تفاهم بود، اونا اومدن توی پهام بود، اونا رفتن کس ننش بود، اونا میان وای بر رپ فارسی میزنن. نسل 1 قدیر، نسل 7 من، یعنی زدیم به هم. نه شوخی میکنم، ورزش کنو باید تنگ بکنی چون جیگر من یادت نره ژنتیک اونی که میره مسابقه میده و فلان میکنه. بدن ماها که مال ژنتیک نیست که. غذای خوشمزه کم بخور، 24 ساعت در روز وقت داری، 10-12 ساعت خوابی، زیاده 10-12 ساعت خواب، 6-7 ساعت بسته به خداوندی خدا. آخه میخوابی که واقعیت فرار بکنی، هر چقدر بیشتر بخوابی بعد که بیدار میشی باید کمتر بخوابی، بعد از اون ور تونشو بدی، هر چقدر خوابیدی باید فکر خیال بیشتری بکنی. گرفتی شروع شد؟ آره با کم بخواب
یا بلند شو برای خودت عاقبت رو درست بکن، یا اگه نه حداقل بتونی عادت بکنی به اون زندگی. چون زیاد بخوابی بیدار میشی، تازه میفهمی دیگه خواب بیدار میشی چی شد کجاست، برای همین افسرده میشه خواب بیدار میشی دیگه. حالا یه بار خوشحال بخواب بیدار شو، از قبلا هم خوشحالتری، چون سردرگم میخوابیم. حاجی این آیفون خارکستر هم نگاه بکنی، تلویزیون هم نگاه بکنی، همه یا شارژر سیمی دارن یا شارژر وایرلس. تو هم انسانی دیگه داشت من دیگه، شب که میخوابی شارژ میشی، یه ورزش هم که بری بکنی باورت نمیشه حاجی این ضربان قلبت یه ذره بره بالا، خیلی برای بدنت خوبه، سرحالت میکنه، میزانت میکنه، جیگرتون من بخورم. من شما رو دوست دارم میگم بریم ورزش بکنید. الان که ماشاءالله تمام خانوما آقایون همه دارین حال میکنین و اینا ورزش میکنین، پیاده روی بکنین فلان بکنین. یه چیزی من بدم میاد خدا شاهده، ببین شما خیلی چیزا رو من میگین من نمیکنم، من این چیز به شما میگم من شما نکنین، من خیلی بدم میاد از این. تا میگم باشگاه بریم، پول ندارم سیب زمینی بخرم، پول ندارم تا باشگاه برم، تو خونه یه دراز نشست 100 تا برو، ولی 200 تا برو، 5 تا الکی نرو، 1 ساعت تو خونه سرگرم بشو ورزش بکن. خدا شاهده یه چیزایی تو مغزت میزنه خودت نجات میدی. آقا یه مطلبی رو میخوام بگم، این اصلا ربطی به آمریکا و روز و زندگی من نداره. موقعی که شلوغ شده بود در ایران دفعه آخر سر زنده یاد خانم امینی با هزاران تا بچه محل من و حنانه کیا خیلی آدمای دیگه، حالا اسماشون حضور ذهن ندارم متاسفانه، من خاک بر سر باید این اسما رو حفظ بکنم همه رو، اینا قهرمانانن همشون. آره یه سری از دوستای ما آقایون کسی به من تکس نده منظورت با منه، نه من منظورم با هیچ کی نیست، هر کی تکس بده من میزنم کسخلی، با تو نیستم من که. تا 5 روز اونجا مشت گره کرده بودن نمیدونم نه اینوری نه اونوری کس فلان، بعد الان برای شورای شهر دارن تقلا میکنن. حالا اونایی که خودشون بچه انقلابی هستن آقا برن مسیر خودشون، ما اینور اونا اونور، خب رفاقت سر جاشه، ولی خب میدونی که دیدگاه‌های ما فرق داره. خب ولی اینجا رو وایسا، ولی جیگر من تو باید بدونی کدوم وری. میگی که نه شورای شهر ربطی نداره، اون قبیله‌ایه. خب میدونم قبیله‌ای که نمیخواد بره تو مجلس اتیوپی نمیخواد بره که، اینا میخواد بره همین مجلسی که همینا هستن دیگه. ما نفهمیدیم اگر اونوری هستی که داستان اینوری دیگه چیه، اگه اینوری هستی که اون موقع که شلوغ بود من نمیدونم چرا همه آهنگ شروین حاجی پور رو میداشتیم برای گریه میکردیم. خب این چی شد الان؟ چیزی مگه تغییر کرد؟ من نمیگم آقا کسی کاری بکنه کسی کاری نکنه، گوش دادین چون شد، نه سیاسی صحبت میکنم، من دارم به رفیقای دور آشنا و نزدیک میگم من کسکیجه گرفتم از دست شما خودت کسکیجه نگرفتی؟ الان دیگه نباید بگین نه اینوری نه اونوری، رو الان باید برمیگرده به خود یه سری آقایون. فهمیدی چوری شد؟ کدوم سمتی دادا؟ یا اگرم که میخواید زندگی تو بکنی، آقا من عرض کردم دوباره میگم 100 بار دیگه هم میگم، من اصلا حرفی به دولت و پولت نزنم، من دارم شخصی با دوستای خودم صحبت میکنم. میگم پس اگر اتفاقی افتاد 100 سال دیگه شلوغ شد یا فردا شلوغ شد، میگم دوباره باز استوری نذارین که آره من اشتباه کردم اون روز فلان و اینا، چون میدونی که این 1000مین بار اتفاق میفته این قضیه. آره من در حد حرف بود، یعنی منظورم میخوام بگم که من نگاه میکنم خب گیج شدم نمیدونم کدوم سمتیه کی به کیه، فهمیدی؟ دوباره عرض کردم اونایی که خودشون اون سمتی هستن خب از اول بودن و هستن نوش جان، ولی اینا هم که اینور بودی برادر من دیگه نمیتونی بری اونور بیای اینور، که یا اونور یا اینور برادر جان، یا در کنار باشی یا روبرو دیگه نمیدونم اون گوشه کنج ما نداریم، کنج نداره. چون میگم من رفیق زیاد دارم، خیلی زیاد رفیقای خیلی خوب برادر. یه سری اون موقع که شلوغ شد حاجی اصلا نبودن، یارو براش مهمم نبود، گفت آقا جان من دارم اینجا زندگی میکنم و من همینی که هست، اصلا نمیگم آقا من با کیم من سکوت میکنم. ولی یه سریا برادر من اصلا یعنی باورت نمیشه، یعنی شبا که میخواستن بخوابن اکری سرنگ درست میکردن، صبح تو جیبشون پر میمدن تو خیابون که بزنیم و تمام شد و بگیریم و بگاییم و
بعد مثلا الان میبینم به من پیغام میدن آقا فلانی تو فلان جاستا. آره نه بابا مطمئنی؟ آره حاجی فلانه. خب بعد دیگه من قسم روم نمیشه حرف بزنم دیگه. بعد میگم نه حاجی ما خیلی ساله دیگه صحبت نمیکنیم. آره میگم حالا سلیقه‌ایه دیگه، سلیقه من نیست، سلیقه یکی هست دیگه، ولی اون من احترام میذارم به همه. میگم من خلاصه که تو آمریکا زندگی میکنم، سرم تو کون خودم، کار به کار کسی نرم، ولی کلول مجموع میگم دلیلی که شما میگید من همیشه تنها هستم و فلان و اینا، چون برادر من تکلیفم با خودم مشخصه. نمیخوام با یه سری آدمایی در ارتباط باشم که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست، بعد این یه جور بی‌احترامی به شخصیت خود من میشه. میگیری چی بهت میگم؟ چون من سالها طول کشید که تکلیفم با خودم مشخص کردم. اگه روزایی هم که دپرس هستم دلیلش اینه که یاد اون موقعی میافتم که تکلیفم با خودم مشخص نبود. میگم نکنه دوباره تکلیفم با خودم مشخص نشه، یه همچین بدبختی به آدم دست میده. آره تکلیفم با خودم روشنه دیگه، میدونم دارم چیکار میکنم. یه دنیایی برای خودم ساختم، دارم توش کسچرخ میزنم دیگه. هر کی هم خواست بیاد توش درش باز، سفره پهنه، در خدمت همه هستم. حال کردی چه سخنرانی برای شما کردم؟ دو طرفه‌ای برای شما اومدم، گفتم هم این ور هم اون ور. حال کن. آقا سلام، خسته نباشین. من دارم میرم دیگه، اینا ساکمون تو ماشین و حرکت دارم میرم سن آنتونیو. تا حالا سر کار بودم، معمولا سر کار مثلا دیگه ساعت 10:30 اینا دوشنبه ها تموم میکنم که حرکت کنم، ولی الان ساعت 12 است. یه ذره کارمار داشتم، بانک و اینا باید میرفتم. آره بانک هم آره دیگه کار اداری داشتم. بطاس پرچم رو داری؟ این پرچم ها دونه $2500 این بزرگا. این پرچم ها 2500. دارم میرم سن آنتونیو. یکی از دوستای قدیمیم، هم خدمتیم، این خانومی بود، من چون خدمت آمریکا بودم دیگه، قاطی بودیم. وای پرچم رو ببین ماشاءالله. آره بعد گفت وایسا هم دیگه رو ببینیم و فلان و اینا. گفتم آره هم دیگه رو ببینیم دیگه. امروز من دیروز شنبه روز استراحتم بود که استراحت نکردم. بعد گفتم حالا بذار یک شنبه استراحت کنم. یک شنبه هم استراحت نکردم دیگه، بودم امروز گذاشتم روز استراحت. امروز داشت یه ذره میزونم توپ کردم ذهنم، یعنی جاده موزیک گوش کنم و اینا. به احساس مهربون بودم به من دست داده امروز. آره میخوام برم اونجا یه ذره مهر و محبت کنم با این دوستم. آره خیلی کمبود محبت دارم امروز، حقیقتا اعلام میکنم اینا. آره میخوام برم دیگه بغل کنیم، بوس کنیم، فلان کنیم، همین در حد دوست دیگه. میدونی چی میگم؟ آره میخوام سرمو بذارم رو شونهش، فکر کنم این زن منه، ببینم چه احساسی به من دست میده. میترسم چون اینایی که زن دارن همه زناشون میترسن، میگن لولوه خانوممون. داشتم بچه ها میگفتم، یه سر رفیقای من میگم چرا خانومت میترسی؟ میگه خانوم ما لولوه. میگم لولو چیه؟ میگه لولو خورخوره. میگه احتمال داره تو خواب منو بکشه، چون زنهای قاطی بکنه احتمال تو خواب شما رو. ولی واقعا حاجی شوهری که به زنش خیانت میکنه، مخصوصا به اون زنی که پدر خانومش قبول نمیکرد خواستگاری، 100 بار رفت خواستگاری و دنیا رو به گا داد تا این دختر بنده خدا رو بگیره و بعد بچه دار شد و بعد حالا میخواد بره دنبال کنده بازی و دوست دختر بگیره. خواهر من بذار من ایسی به تو بگم، فدای تو بشم، تو انسان پاکی هستی، تو بعد اون مرد با کسی نمیری، زندگی تو رو تباه میکنه. اینو تو خواب خفه کن. واقعا اون شوهر باید خفه کرد، بعد یه چوب بگیر تو کون مردش بکن کمکشو. اونو باید مثل لولو خورخوره خورد اون شوهر بی‌ناموسو. اینقدر این شوهرها بدم. من بعضی موقع با تیم خانومام، بعضی موقع با تیم آقایون هستم. الان دیگه داشت دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه تا جمعه با خانوم هستم. همه چی رو به شما میگم، چه بلایی سر اینا بیارین. طلاق بگیری بری مهریه بگیری که به درد نمیخوره که. عمر جوانی تو رفت چی بس خواهر من؟ بکشش. خواهر شوهراتون رو حتما دعا کنین. خواهر شوهراتون رو بدترین بلا رو سرشون بیارین. تمام خارکست بازی از اونجا شروع میشه.
یعنی پدر شوهر آدمای خوبی هن. یادتون نره همه انسان هم. مادر شوهر خواهر شوهر اگر قبل ازدواج می‌بینی مادر شوهر خواهر شوهر داری تیم خودتو ست بکن برو تو اون خانواده نکنه تکی بری تو تکی بگیر کنن اینا یاد نره خواهر منو آفرین حواست باشه آره این بنزه خریده بودیم با حاجی بنز قدیمیه 1985 985 من اصلا یادم رفت این ماشین یه سقف آهنی الان این صاحبش گذاشته این از این تسلا هاست که خیلی تون میره این از این تسلا هاست که از لامبورگینی تندتر میره اون نمیدونم اسمش چی از این ماشین ایلان ماسک آره خیلی تون میره این اسمش نمیدونم چیه ماشین برقی مرقی حقیقتا زیاد خوشم نمیاد نمیدونم ماشین صدا نده بگی بگو ماشین مگه برقی میشه برادر کجا رد کردی جلوتره آره بعد مرد تکس دادم گفتم کسبال خان این سقفو بگی بیار گفت آقا سقفو من گذاشتم مشنگ جان گفت سقف همون تو پارکینگ خودته حالا دیگه هوا دیگه خوب شده اون ماشین سبزرم حاجی باید سوار شم من خیلی کفران نعمت میکنم حاجی الکی اون ماشین رو خریدیم یه بارم سوار نشدم خدایی حاجی امروز رفتم سر کار خیلی آرامش داشت خیلی خوشحال بودم امروز روز بسیار آرومی بود سر کار دوستانی که فارسی زبان هستین الان دارین استوریای من میبینین سر کار من اگر تو دوربین ببینم شما دارین استوریای من تو گوشی میبینین خیلی بد میشه برای هر دوی ما میدونی منظورم با کیه موبایل بذار کنار برادر سر کار برو رفاقت ما سر جای خودشه بیزنس هم سر جای خودشه اسم نمیبرم اول اسمت ام داره ام گوشی رو بذار اونور اون دوربین سمت چپ بالا سرت نگاه کن تلفن رو قطع کردم رو دوربینم میکشم عقب زوم میکنم اگر صفحه گوشیت کله من بود کله خودم میگم حواست باشه آقا شما بعضی موقع احساس میکنید من بعضی موقع دو تا آدم مختلف میشم چون من خودم تشخیص نمیدم این استوریا رو میبینم بعضی موقع میفهمم میگم خدا نکرده اوضاع من خیت که نیست ها چون یه موقعی میشینم یه صحبتایی برای شما میکنم خودم گوش میدم مثلا میگم خدایا این حرفا رو از کجا اومد اصلا یک جمله سازی میکنم و بعد آره زندگی اونجوری و بعد اون میشه و اینا و بعد میگم واو این اصلا چی شد بعد خودم نقطه اول بعضی ما مغزم گیرباج کرده است این کلاهش کیریه نه من مثلا کسمشنگا کرده چی پخت کسکشم بعد اینجوری به لاتی بذارم بیا جام میگی مزامت آجی پسر قدیر میگم که بعضی موقع احساس میکنم آجی یه حرفایی میزنم مثلا خیلی با ربط ولی تو کله خودم چجوری الان که آجی جدیدن یعنی این 4-5 ماه آخر که خدا اون بالا شاهده تا امروز نشده که بخوام بدحال باشم بگم نه باید استوری بذارم نه حال ندارم نمیذارم حال دارم میذارم آجی من اصلا کارم اینه که واقعیت یک انسانی که در آمریکا داره زندگی میکنه و بچه محل شماست و هموطن شماست با این شرایط زندگی و شرایط روحی و دپرسی که هستم و غمی که برای هیچی دارم مثل شما غم دارین خیلیاتون نمیدونید واسه چی هستن فکر میکنی به خاطر اون دلیل وقتی به اون دلیل میرسی میبینی اصلا به خاطر اون نبود رگ گردن داری حال کن آره رگ گردن آخه کسکش چه حالی با رگ گردن تو مردم بکنن آخه رگ گردن تو به درد چی میخوره خب بازوی من خب بیا بازو رو بگی آره خیلی ملو خیلی ریلکس یعنی واقعا مثل یه تیوبی هم که توی آب دریا افتادم اون وسط یه روزای موج میزنه تیوب میره بالا میاد پایین یه روزی تیوب صافه هستم برای خودم دیگه ولی حالا این تیوب پنچر نمیشه همون داستانی که من آمدم آره داداش یادت نره
هستم آجی، هستم تا زمانی که زندگی بخوام بکنم و این گوشی موشی و این اینستاگرام و اینا باشه منم میپلکم دیگه، مگر اینکه یه اپلیکیشنی باشه خارکوسه مثل یوتیوب سخت وقت باشه، حال و حوصله ندارم برم و داداش اهل ادمین و منیجر و رئیس و حال و حوصله دردسر بعدا ندارم. آیسان اسلامی با منیجر خود، حالا با منیجر چپ و راست درگیرشیم، سر چی؟ سر 2000 پول. اینجا هستیم داریم زندگی خودمون تیوب وار گرفتی چی شد؟ وقتی طمع نکنی، وقتی عجله نکنی، خدا رو شکر میکنی، هلک هلک میری جلو دیگه. وای اولزموبیل یادتون از ایران بود قدیم؟ اولزموبیل بود قدیم، یادش بخیر، انقدر نرم بود این خارکسته. کاپریس یه دونه باید بگیرم. کاپریس بودین یا نه؟ شما بهتر بلدین این چیزا رو. من زیاد اسم اسما رو دقیقا میدونم در چی به چیه، ولی نمیدونم دقیقا چیه. صدلاشخال رو چقدر تمیز هماجی، همه چیه اینا. آره برادر جان دیگه اینجوری دیگه. الانم دیگه احساس میکنم دارم کسشر تحویل میدم دیگه من دارم میرم. آره من دیگه دارم میرم نزدیک، تو راه همه 2-3 ساعت دیگه میرسم و برسم میخوایم با بریم تو اتاق تاریک کنیم بخوابیم. خدایی بهش گفتم اومدم گفتم فقط با هم محبت بکنیم و همدیگه رو بغل بکنیم و گفتم فکر کنیم شب زن و شوهریم با هم. گفتم نه آیسان کاری نکنیم ها. گفتم نه بابا کاری چیه؟ گفتم من آخرین بار اصلا یادم نیست که چی کار کردم، اصلا یادم رفت. آره گفتم با هم دیگه محبت بکنیم، هم دیگه دست بکشیم و اینا. گفت باز باشه. واقعا اینه که به شما گفتم میخوام بکنم و خدا شاهده به قرآن، یعنی چرت و پرت نمیگم. ولی دیگه اینا رو که نمیدونم ویدیو بذارم که، ولی من الان ساعت 12 است دیگه، برسم اونجا 3 یه ساعت 2 ساعت کار دارم تو سن آنتونیو، 5 دیگه، یعنی اون ساعتی که مرغ و جوجه های شما شمال برن تو خونه، 5 آیسی هم میری تو تاریکی دیگه. امشب میخوام من نامزد من با هم دیگه رو بغل کنیم بخوابیم تا صبح. آره ببینم چه جوریه، ببینم میشه، ببینم سخته، ببینم چه جوریه. چون ازدواج بکنی 5 باید بری خونه دیگه نمیتونی بیرون باشی که. 5 باید بری بغل خونه بشینی پیش خانم، 5 باید بشینی با خانم سریالای مثلا یا ایرانی یا سریالای ترکیه رو نگاه بکنی اینا. آره بعد مثلا خواهر خانم زنگ میزنه و وسط فیلم. فاک اصلا نمیتونم تصور بکنم که این همه انرژی بخواد تو خونه من بیاد. این پسرعمه من با مادر خانم و با دختر دایی اون ازدواج کرد با فلانی، میخوام بیان خونه ما. خارکوس خونه ما چند نفرن؟ 20 نفر. آقا من دارم میرم. کجا میریم؟ من دارم میرم کارخونه، جلسه داریم شب، کارخونه دارم من دیگه. آره نه همه این فکرها رو کردم آجی، در آخر کار من نیست برادرم. نه من داداش تنها خیلی راحتم، هیچ مشکلی ندارم. خدا شاهد. با من چی کار دارین آقا؟ برای چی من باید با یکی باشم؟ من خودم با این ساک من هستم دیگه. بیا اون ساک قبلی من بود قهوه‌ای، این چه خاطراتی با من داره. الان این جدیده. کی دوست داشت جا این ساک باشه؟ دشمن کونکش. ممنون که تا اینجای ویدیو نگاه کردید. لطفاً لایک کنید و نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. زنگوله هم روشن کنید که از ویدیوی اسطوری های فردای آیسان با خبر بشید.